سلام دوستان، امروز بخوام یه درس بند طرح سنتی بهتون یاد بدم. با نخ ابریشمی نیم میلیمتر میخوام اینو درست کنم. 3 تا رشته نخ من جدا کردم، به قفل برنزی که رنگش هم برنزی سبز قلمه اضافه کردم. حالا برای راحتی کارم اینو با چسب اینجوری روی میز کارم چسبوندم که بلند نشه. برای شروع کار یه مهره سربی میندازم. ابتدای کارم قراره این دستبند با فیروزه مصنوعی با طرح سنتی درست بشه. یه مهره فیروزه مصنوعی سایز 4 از هر 3 تا نخم با هم رد میکنم. بعد 2 تا منجوق طلایی، این رو هم از هر 3 تا نخ با هم رد میکنم. حالا یه فیروزه مصنوعی سایز 6 که یه خورده از قبلی درشتره، این هم باز از هر 3 تا نخ با هم رد میکنم. حالا تو هر رشته نخ میخوام 5 تا منجوق طلایی بندازم، یعنی 3 ردیف منجوق میخوام درست کنم. منجوق های طلایی ریزی هم هستن. توی هر نخ 5 تا میندازم. خواستم از سوزن استفاده بکنم ولی منجوق ها انقدر ریز هستن که از ته سوزن رد نمی شدن و مجبورم خودم با دست ردشون کنم. این شد 3 تا، این 4 تا و آخری و پنجمی. تو 2 تا ردیف بعدی هم همینجور 5 تا تو هر کدوم منجوق طلایی میندازم. این هم پنجمی و این هم ردیف آخر که تو اینم 5 تا منجوق میده. یک، دو، سه، 4 و این هم 5. حالا یه خرجه کار مربعی، اینم جنسش از سربه، زیبایی خاصی به کار میده، حالت قدیمی طوری میشه. اینم میندازم اینجا. بعد یه خرجه کار طرح گل میندازم. تمام خرجه کارهایی که من امروز استفاده کردم جنسشون از سرب و رنگشونم اصطلاحاً بهش میگن زرد قلم، طلایی نیست، یه چیزی بین طلایی و قهوه‌ایه. حالا میخوام فیروزه مصنوعی سایز 8 بندازم. خیلی رنگ جذابی داره، خودم که از این رنگ خیلی خوشم میاد، یه سبز فیروزه‌ای آرام بخش. حالا یه خرجه کار
واشری میندازم. دوباره یه فیروزه دیگه. حالا تصور کنید که این فیروزه ها طبیعی و واقعی باشن، چه جذابیت چند برابر به این دستبند میده. دوباره یه مهره واشری دیگه. سومین فیروزه. دوباره یه خرج کار طرح گل میندازم. حالا توی هر رشته دوباره میخوام تعدادی منجوق طلایی، ولی این بار یه خورده منجوقم درشت تره. اینها رو میندازم. خب نخ اول. این تعدادش دیگه دل بخواه خودتونه، هر چقدر که بیشتر بندازین خب دستم بزرگتر میشه، بلندتر میشه و به سایز دست درشتر میخوره. اگرم کمتر بندازین به سایز دست کوچیکتر میخوره. من 5 تا این تو انداختم. این هم شیشمیش. حالا تو 2 تا نخ بعدی هم همین کارو میکنم. 6 تا کمه، 12 تا منجوق میندازم و بعد میرم سراغ نخ بعدی. این 7 8 9 10 11 12. من میخوام این دستبند 17 سانت باشه، بنابراین این مقدار منجوق مناسب تره. توی نخهای بعدی هم همین کارو میکنم. خب این 3 ردیف منجوق من کامل شد. حالا یه خورده اینا رو تاب میدم. برای مرحله بعد یه خرج کار واشری میندازم توش. تو هر 3 تا نخ با هم رد میکنم. دوباره 2 تا خرج کار گرد سکه ریز کنارش میندازم. این هم باز از هر 3 تا نخ با هم رد میشه. حالا یه فیروزه گرد سکه‌ای که 2 طرفش سوراخ داره، البته اینم فیروزه مصنوعیه، این رو رد میکنم از هر 3 تا نخ همزمان با هم. یه خرج کار گل، این هم از هر 3 تاش رد میشه، میره کنار فیروزه. یک کریستال مشکی و یه دونه خرج کار گل ریزم دارم که این دوتا رو هم میخوام رد کنم. این دوتا رو هم از هر 3 تا نخ با هم رد کردم. حالا دوباره میخوام توی هر کدوم از این نخ ها تعدادی منجوق بندازم. تو هر نخ جدا جدا. 1 10 تا منجوق تو هر ردیف میندازم. خب اینم کامل شد. حالا میخوام یه دونه کریستال شماره 4 آبی بندازم. توی هر 3 تا نخ همزمان ردش میکنم و بعدم کنارش یه خرج کار مهره سربی گرد
و بعدم یک کریستال طلایی میندازم. کریستال گوی و یک کریستال طلایی. خب همین اندازه کافیه. من میخواستم 17 سانت باشه که این الان دقیقاً 17 سانته. حالا وقتشه که بهش حلقه بندازم. این یه حلقه چه، این هم زنجیر. برای قشنگی بیشتر کار این حلقه رو از زنجیر رد میکنم. با دنباریک سفتش میکنم. اینجوری دیگه هیچ فاصله ای هم باقی نمیمونه و کاملا دهنش بسته میشه. حالا اینو گره میزنم به این نخام. 2 تا نخ از حلقه چم رد میکنم و سومی رو گره میزنم. چند تا گره میزنم. و اضافی نخم رو میچینم. دستبند فیروزه طرح سنتی ما آماده است. خودم که خیلی دوستش دارم. امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه. اگه دوستش داشتین لطفاً لایک کنین، شیر کنین و از من حمایت کنین. ممنونم ازتون.